از شما قربان. قابل نداره 1800 قربان. میخواستم ازتون بپرسم شما یه مغازه‌دار هستید در امروز تهران. از نظر شرایط اقتصادی و مالی به چه شکلی به سر میبرید؟ شرایط خوب نداریم. انتظارتون از دولت چیه؟ والله انتظار داریم حداقل تورم بیارن پایین. خیلی انتظار. یعنی شما با داشتن همچین امکاناتی بله تامین نیستید؟ ما تامین هستیم، ما برای پایین دست خودمون داریم. ما زیر دست خودمون داریم دیگه. چون اگه گرون بشه ما میبریم بالا جنگ. اونایی که دارن میخرن میذارن فوق المثل. شما برای فردای آزاد ایران چه حکومتی رو پیشنهاد میکنید؟ والا میارید. چرا این سوال رو از هر کسی میپرسیم با خنده امتناع میده و دوری میکنه از پاسخ دادن بهش؟ آیا میشه برداشت کرد از خفقانی که داخل ایران وجود داره؟ والا همه چی مشخص نیست. چه سکرته دیگه، چون کاسبا همیشه جبورشون بسته و نمیتونن حرف بزنن. بس. سپاسگزارم. به امید پیروزی. پاینده و پیروز باشید.